سلام و درود بینندگان صاحب احترام یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت و مشتاقان برنامه‌های گنج فرهنگ. امروز مهمان ما هستند یکی از گنجینه‌های پرقیمت فرهنگ و هنر و سینما و عکس برداری تاجیک استاد زاور دخته. باید یادآور شویم که استاد زاور دخته در شهر سنت پترزبورگ پروفسوری فرهنگ شناسی شدند و نمایش‌هایشان بیشتر از 15 کشوری اروپا، آمریکا عکس‌هاشون اونجا به نمایش گذاشته شده است. همزمان باید یادآور شویم که استاد اکادمی رسامانی تاجیکستان هستند و در مسکو برای خدمت‌های شایانشان به استاد عنوان افتخاری دکتر علم فلسفه داده شده است و بجز از این چندین مدال ها، سپاسنامه ها، افتخارنامه های بیشمار دارند در خزینه‌شان و امروز با اون همه شکوه شهامت و تجربه بیشماری که دارند آمدند به جمهوریت تا از تجربه هاشان حرف زنند، تا درباره سیر موفقیت هایشان، اسرار موفقیت هایشان و چگونه به تاجیکستان عاشق شدند و در این تاجیکستان همینجا دلبسته و وابسته اینجا شدند در این باره حرف زنند. عاشق همین کوهساران و منظره های زیبا، رودهای سرکش و شوخ و نقرگون آن هستند و در برابر عاشق بودن طبیعت، عاشق کودکان چهره خندان و عاشق دیه هایی که هیچ جایی در کمترین گوشه های جهان چنین دیه های زیبا دیده نمی شود، دیه های کوهستان. سخن درباره تاجیکستان رفت. اولین سوال ما از استاد این است که تاریخچه به تاجیکستان آمدن شما و من بعد دلبسته و وابسته این کشور شدن شما چگونه است؟ کمتر برای تماشابینان میگفتید. تشکر. سلام علیکم. تمام عمرم یعنی 1958 وارد کینوستودیوی تاجیک فیلم شدم برای کار و از 96 سال که 63 سال شدم پنسیه برآمدم. بله. اما بعد از این از 2003 سال صورتگیری یکمین نمایشگاه من بود در تاجیکستان در کاه وحدت که از همین سر شده تاریخ عکاسی من. اما من تولد شدم در داغستان در شهر مخچکالا 1936 سال. 37 سال ما را فرستادن با خانواده فرستادن ایران تا 50 سال در ایران زندگی کردم. 50 سال 7 نوامبر بود که ما به شوروی اومدیم و میخواستیم داغستان برویم البته. اما گفتن که تاجیکستان یک مملکتی هست که فرهنگش، زبانش مانند ایران است. یک یعنی فرهنگ دارند، یک رسم دارند، یک دین دارند. برای ما تکلیف کردن که در دوشنبه بیاییم و از 51 سال من در دوشنبه زندگی میکنم و از اینجا از دوشنبه 58 سال رفتم من فرستادم به ایوانوه، یعنی اونجا یک مکتبی است اینترنشنال دیتسکی دوم میگوید. این یک تا برای بچه های اینترنت است برای بچه هایی که از خارج اومدن. بعد از اینترنت من دوشنبه اومده کینوستودیو وارد شدم. از کینوستودیو رفتم آخر 58 مسکو وارد وگیک یعنی دانشکده سینما که در مسکو هست اونجا وارد شدم، فاکولته اپراتوری فیلم برداری. یعنی از مسکو تلگرام اومده بود که یک سوژت اون وقتا در نزدیک قرونتوبه کلیناباد میگویند اونجا گس بزرگترین گس برای اون وقت میساختن، گالاونوی گس میگفتن. برای مسکو در کار بود یک سوژت گیریم برای نو سدینه. اما همه خیلی شد که یگان اپراتور نبودن و زمانم نداشتن که وقت نداشتن که چون که پلان وایو میسوخت. من گفتم جرأت کردم گفتم میخواید من اسیستنت خیلی من رفتم میتونم گیرم. اونجا یک کران دیدم باشن کران که بلندترین است و چیزاش ستریلکا که میگه 30 متر تقریبا. من بالا این رفته تا نوکش رفتم انجا یک پانوراما گرفتم که عجایبات دیده میشد. بعد از یک هفته من دیرکتور کینوستودیو دعوت میکنم، من تلگرام میتیاد که نوشته است
Центральный студия документальный фильм в Москве объявляет благодарность кинооператору Заур Дахте за отлично снятый сюжет «Головной гесть». Крайне хотя гирфтаги план, ки همه چیز دیده میشد از نزدیک از بالا از پایین اینو استفاده کردن و تمام تکست بالای مونده یعنی روسا میگن کرد که است کوتاه و معلوم برای این بوده است برای این دیرکتور کینوستودیو گفت کاتگوری ریسور رو یک بار پایین کنید اسیستنت اپراتور زاور دخته نام اپراتور کرد بعد من سوم کورس میخوندم نام اپراتور گرفته بودم برای من دیپلم دادن کینооператор документальных и художественных фильмов اما این همین فیلم که گرفتیم باعث شد که کینوستودیو ما رو باور کرد چون که اون وقتا فیلمبردارها عموما از مسکو دعوت میکردن ما یعنی یکی از اولین فیلمبردارها که از تاجیکستان هستیم و باوری کردن که ما میتوانیم کار کنیم چون که بعد از این فیلم ما به یک فیلم کلان دادن واخوری در مسجد کهنه وسترن بایویک اونجا مثلا ما قشلاق زیدی دویم قشلاقش نمازگاه نام دارد اونجا رو چند ماه گفتگو کردیم با حکومت که ما رو دادن این کبیتکه ها که بودن یک آشانه دو آشانه کردیم بیلیارد نکردیم چایخانه کردیم بازار کردیم تمام فیلم همونجا شروع کردیم و 24 تا اسب داشتیم و 7 کس این تریکاچه میگن که از اسب میغلطن از مسکو دعوت کرده بودیم که اونا کجا در کار هست از اسب میافتادن و من خودم ساعت 6 صبح بیدار میشدم با همین تریکاچه با اسب سواری میکرد یاد میکردم که با اسب دویده کامera دست گیرم یعنی موبایل چیزا شو فیلم برداری کنم چون که فیلم بردار باید نه که فقط تکنیک یعنی فشار داد کنوب گیرد داند فیلم بردارم باید یک کنسترکتور باشد یک چیزای اختراع کند که برای فیلم گرفتن آسان باشد مثلا از قسمی دوی یک دو تا همین سپایه بر این چوب میکنی تاش پلاشت که میمونی کامera اونجا میمونی از قتی میری دست اینجا اما کامera پایین میتوانی حرکت کنی بالا پایین چپ چیز چون که پای اسب نخورد و از روی زمین که میدود این چیزا اپراتورها باید همیشه فکر کنند که برای افکت نشون که یعنی یک چیزی که آدم با چشم نمیبیند این خیلی کار داره کنند که بعد آدم‌ها که تماشا می‌کنند مغروط‌تر شود نرسد به این جلب کنند و همین خیلی تا آسته تا این زمانه رسیدیم چند تا فیلم‌های هنری گرفتیم 17 بار پاراشوت دتی پریدم از 4000 چرا که یعنی من نزدیکتر نشون دادم صورت چتربازه چخیلی اینجاهاش از حرکت میکنن چخیلی همدیگر در آسمان دست همدیگر میگیرن چخیلی فیگورها میکنن چون از پایین دیده نمیشود برای مثلا در فستیوال بین‌المللی ما دیپلم دادن نوشتن ز افکت پریسوستیه یعنی آدم خودش با چشم خودش میبیند تقریبا 600 تا فیلم‌های در همین مدت که کار کردم 600 تا فیلم ساختگی موبایل اونا چند تا خودم کارگردان بودم عکاسی را 2003 سلطان میرزاشاهی وقتی تکلیف کرد که آقای زور ما هیچی نداریم کینوتئاتر کار نمیکنه تئاتر نیست چی نیست اما میگن شما صورت ها زیاد دارید یک نمایشگاه میکرد که مهمانا که میبیان تاجیکستان اقلا با تاجیکستان آشنا شود در کاه وحدت یک نمایشگاه عکس ها گذاراندیم تقریبا 250 تا عکس ها بوده اونجا و اونجا تمام سفیرایی که در تاجیکستان هستند دعوت شده بودند همین شد که ما را مملکت های دیگر برای نمایشگاه ها دعوت کرد اگر ما خطا نکنیم در فیلم رستم و سهراب هم یکی از فیلمبرداران بودید هم خیر بله این فیلمبردار اونجا اولا فیلم شروع کرد دولت خدا نظره بود با برای کیمیگر بعد یک چیز شد که و کیمیگر تلفن کرد که من دولت خدا نظره فستیوال میفرستونم بیایید شما دوام فیلم شما گیرید اون وقتا اون دوام فیلم در بلگراد دنیستروفسکی بود یعنی 90 کیلومتر از ادسه اونجا بود یک قلعه نقض یافته بودن همونجا سیانک بود برای اونجا رفتیم و تا آخر فیلم همونجا در فیلم رستم سهراب کرده بود برای همین نزدیکی ها کانال سینما ما رو دعوت کرده بودن 40 دختران که ما نشان دهیم کدام در نزد کدام منظرها بعضی اپیزودهای فیلم ها گرفته بودن و ما اونجا یک تکلیف کردیم
که برای حکومت مومن‌آباد ممکن اونجا یک علامت یک پامیتنیک میگن گذارن که در این کوهستان در این منظره زیبای تاجیکستان 40 دختران یک اپیزودهای فیلم رستم سهراب گرفته است که این هم یک بهانه میشد برای توریستا که رفته بینن و دانن که اینجا جای زیباست و در فیلم های تاجیک فیلم در این منظره را استفاده کرده است. بله استاد، حتی یک قصه شوندگی هست ما جوانان حاضر از خودتان پرسیدنی هستیم از فرصت استفاده بوده، حتی میگویند که در یک فیلم که شاید فکرم در ورزاب برداشته میشد، حتی شما راضی شدگی هستید که شما رو در چرخبال در ورتولیت کشول کنند و شما منظره بی‌واسطه خودتان در پایه های چرخبال ایستاده. بله همین بود. این راست است، چون که ما اون وقتا ورتولیت می 8 نبود، می 4 بود. می 4 کابینش بالا بود، اونجا گرفتن نمیشد چون که پروپلر دیده میشد. ما قرار گذاشتیم یک تا هلیکوپتر یافتیم که از تاج برای پلیمیوت لوک میگید، اونجا گرفتن میشد. وای باید بیاد ساعت 10 سحری 500 کس مصاف کس جمع شده بودن. اما وای ورتولیت آمد ساعت 5 بگاهی و دیگر ورتولیت آمد که اونجا درش محکم بود، نمیشد گرفتن. و ما چیکار کنیم؟ بگید میشد از چرخ بالای چرخ ششته شاسی که میگن اونجا گرفت. و البته خلبانم کاتگوریش یعنی گفت که ممکن نیست، چون که اگر دانه ما را از کار اخراج میکنند. ما گفتیم آخه اونقدر آدم ها جمع کردیم، اونقدر وقت تلف کردیم، شما باید ساعت 9 10 سحری بیاید، حاضر اومدید بهتر دیگر رو چیکار کنید؟ یا پولش تدین آزاد روید. و گفت خیلی فقط شما که نکنید که یکون کس نبیند. و اونجا 600 تا 5000 سطح بالا رفتیم ما. اگر پایین که تابستان بود گرم بود، اونجا تقریبا 10 درجه خنک بود. برای این خلبان گفته بود که گرم پوشم چون اونجا سرد میشد. برای نگاه نکردن ما هم که بالا شام که تمام شد، ما را همین ورزاب یک ریترانسیون انتن میگد و بلندی 5000 سطح است. اونجا نشان ورتولیت ما رو آزاد کرد و اونجا دستام خنک زده بود با برف گرم کردیم. بعد اونجا فرو اومدیم. بله همین حادثه بوده است. خیلی من گفتم که فیلم بردار همیشه باید فکر کار کند، نگوید که این خطرناک است چی هست، چی این گپ ها آدم فراموش میکنند. فقط میکنند که چه من کار کنم که یک پلانی گیرم که تماشاگران معقول شود، ببینن یک پلان عجایب باشد. این فکر من کی گفته بود؟ وقتی که من اسیستنت بودم، یعنی شاگرد بودم، این سالهای 50 58 59، یک اپراتور بود محمدگل عربов میشد گفت که استاد در کار من بود، معلم که در دانشکده بود، این معلم در تجربه بود. در فیلم با ولی رخدف درباره ما 20 سال کارا به نورک نگاه میکردیم و سوژت ها میگرفتیم، یعنی ارخیو ساز میکردیم، فیلم ها میساختیم. وقتی تمام شد یک فیلم ساختیم، نامش نورک بزلگند نام داره. و ما اون وقتا گلاولیت اجازه نمیداد که اوبشی پلان، یعنی نورک اوبشی از بالا گیریم، اجازه نمیداد گلاولیت. 2 روز مونده بود که فیلم تمام شود، از مسکو اجازه آمد که ممکن از ورتولیت جمع کنید. زمستان بود، دندانم یک دندان آخرم کشیده بودم. شب از سحری رفتیم ایرپورت، این خیلی در پسش کشوندن، گفتم اینجا شیشه انجام میگیرن، گوناگون گرفتم، معقول من نشد. بعد آخرش کماندیر گفتن کماندیر من جای شما میشینم، تلویزیون رو میکشویم، شما این طرف رول میگیرید، من کم بیرون میبیام، شما در کار که از بالا آب یک 10-15 متر بالا آب با سرعت میرید به طرف پلاتینه. این پلاتینی که اومدید بالا رفته پایین میرید. هم خیلی گرفتیم ما. من خودم حس کردم و در اکرانم که نگاه کردیم آدم، چون اینجا ریسک ورتولیت بالا رفته با این پایین رفت، آدم حس میکنه که خودش اونجا شگی خودش نویسم حس میکنه. برای این میگم که هر سوژه یک پلان آدم گیرد که دیگران نگرفته است و یک یعنی آدم تماشا معقول است. این یک چیزی است که یعنی اپراتور یک توچکایی یک پلانرز گرفته است، یعنی کارش پیش میرد. عکس بردارانی هستند که عکس برداری رو مثل یک صنعت میدونند، مثل یک هنری علاوه.
лекин аксбардороне ҳастанд ки косибанд, яъне ки касб медонанд уна. шумо чӣ назар доред ва ба ҳоло ки дар замони ҳозире ки аксбардорӣ хеле осон шудааст, дар замони шумо чӣ қадар мушкил буд? Кашвол карда мондан чӣ қадар як процесс, як ҷараён буд. ҳолон ки осон шудаасту сафи суратгирҳо ҳам зиёд шудааст, шумо ба онҳо аз таҷрибаи худтон чӣ маслиҳатҳо медиҳед? албатта гап шумо рост. ҳозир телефонҳо ки мегарӣ ҳамаш аккосӣ мекунад, ҳам филмбардорӣ мекунад, ҳама чиз мекунад. аммо як чиз гӯям ки аккосӣ кардан масалан чанд жанр дорад. аккос аст ки фақат портрет мегирад. портрет мегирад, нур мемонад, чироғ мемонад. ин як мутахассис ки масалан ателье месозад ки барои суратгирӣ телефон. як чиз ҳаст жанр мегӯяд, як чизои аҷоиботи меёбад. як чиз ҳаст ки масалан репортажный жанр мегӯяд ки чизои ҳаракат мекунад, спорт чӣ бошад. чунки ҳар кас ҳамин чизо гирифта наметавонад. барои агар нигоҳ кунед баъзеҳо мутахассиси масалан репортажи мешаванд, касоне ки масалан дар рӯзнома кор мекунанд, дар маҷаллаҳо кор мекунанд, онҳо тақрибан репортажна сёмка мекунанд. баъзеҳо масалан нағз мебинанд фақат пейзажна сёмка мекунанд. مثلا من خودم نقد میبینم پیزاژشون که یعنی منظرهای تاجیکستان، چون ما میگیم خیلی 93% تاجیکستان کوه است، اما کوه هم زیبایی دارد. اگر شما ببینید که مثلا رسام ریریخ که بود، ریریخ کوه را خیلی کشیده رنگارنگ آدم باور نمیکنند. اما اگر ما گاهی صبح تسر خیزیم یا شب تا وقت آفتاب پای میبینیم، غروب آفتاب بینیم، کوه رنگ کوه دیگر میشد، هوای کوه دیگر میشد. برای این چشم در کار که این آدم بیند و این زیبایی رو حس کند. اگر این حس میکنیم میبینیم، بعد شما میتوانید این زیبایی رو با دوربین خود نشان دهید. و عکاسی کردن هم یک قانون ها دارد. ما میگیم مثلا کمپوزیسیون. کمپوزیسیون یعنی باید چهارگوشه که در اون چی رو میگیری. باید هم یک چیز باشه که هم چهارگوشه که نگاه که میکنه یگان چیز زیادی در اونش نباشه. میگه ها دیستیده این همه خیلی وزنش این طرفش اون طرفش مساوی باشد. یا پورتریت میگیری مثلا از نور استفاده میکنه. مثلا من زیاد میبینم که مثلا اونجا تریزه هست، نزد تریزه از این طرف صورت میگیره. البته باید معلوم که برک میشه. چرا؟ چون که این تلفن ها که میگیرن اتوماتیک میگیرن و چراغ که روشن است اونجا زیادتر و اکسپاندیت میرد، برای این صورتش تاریک میبرند. برای این باید برعکس استاد از طرف نور که میاد از این طرف گیرد. بعد پیزاژ ها هم یک قانون دارد. قانون دارد یعنی قانون نقشی که میگیم ژیوپیس. مثلا اگر میگیم چند پلان هست، باید پریدنی پلان کم کم تاریکتر از آخر باشد. آخر از روشن‌تر باشد. چرا؟ چون آخر فونش روشن‌تر باشد، جلوش کم کم تاریکتر باشد، این فاصله رو نشون میدهد که فاصله دارد. مثل مینیاتور بر این پلوس که نمیشه. این چیزا رو باید عکاسا استفاده کنند و حس کنند. ما شنیده ایم که استاد در خزینه شما عکس ها و نوارهای بسیار هم نادر هست که هنوز هیچ جای انتشار نشده است. ما شنیدیم لابراتوری کاری شما چگونه است و اون خزینه بزرگی که مثلا حتی میگن که شما در روزی دفن استاد ترسونزاده اشتراک داشتید، یک نوارهای خیلی نادر، شخصیت‌های بسیار نادر و مشهور دنیا در اونجا هست، در خزینه تون هستند. شما چی نقشه ها دارید؟ اون آینده چگونه انتشار کردن میخواهید؟ من درباره لابراتوری کاریتون کمتر صحبت کنید. چند سال پیش با ایرج عینی فکر کرده، صورتو جمع کرده، یک آلبوم کردیم، نامش تاجیکستان از نگاه زاور دخته. این چیز شد که زود فروش رفت، همه خریدن، یعنی توریستا چیزا خریدن. بعد لازم شد دوباره چاپ کنیم. وقت دوباره چاپ کردن من گفتم که خیلی زمانه یک چند سال گذشته است، دوشنبه دیگر شده است، بیا یک پانورام صورت‌ها گرفته، یک چند صورت‌ها دیگر کردیم، منظره‌های دوشنبه چیز کردیم. حالا اینم تقریبا تمام شده است. ممکن سوم بار این کتاب چاپ کنیم، بعد
علاوه کنیم چون که حاضر 30 سالگی تاجیکستان میشه شهر ما زیباتر میشه ممکن همین صورت‌ها رو گرفته ممکن علاوه کنیم. اون نوارهای چیکار میکنید؟ نوارهای نادر من میدونم که شما در روز سال لایق یک فیلم حجت گرفتگی هستید. در روز بسیار آدمای بزرگ فیلم ها دارید نوارهای علایده. حالا بعضی نوارها رو من به چیز مثلا 13 تا کست به تلویزیون سفینه هدیه کردم دادم توفه کردم چند تا کستو برای بهارستان داده بودم فیلم هایی که در تاجیک فیلم سوخته بود من داشتم تاجیک فیلم هدیه کردم. متخصص و یک شخصیتی هستید که زمانوی هستید در اینترنت هم خیلی فعال هستید دائم از اینترنت خبر دارید. امروز ها آزمون های سبقت های گوناگون بین صورتگیران جهان عکسبرداران جهان می رود و در تاجیکستان هم ببینید که به همین آزمون ها بعضی صورتگیرای تاجیک جلب شده ایستادن. شما با صورتگیران امروزی تاجیک یا عموما با عکس هایی که اونها میبردارن چی نظر دارید؟ تاجیکستان نشان داد کجای نمایشگاه داریم که یک صورت نشان داد؟ ما نداریم. در تاجیکستان برای نمایشگاه هم نه که باید صورتگیرا و برای نقاش هم نمایشگاه نداریم. ما یک تا داشتیم که درباره پوتوفسکی میگن چی اسماعیل سامانی که خانه نقاشا بودن و چی شد محکم کردن چی کردن نمیدونم. ما جای نمایش نداریم که برای این کارا یک سالن های مخصوص کردن در کار دولت باید مخصوص کند که اونجا برای تماشا شود نور چراغ ماند که چون باید عکس باشد یا کار نقاشی باشد نور در کار که چراغ نور قطعه که و نقص دیده شود. گفتید که چندین عکس ها را سیاحان زود خریدن منظره های زیبای تاجیکستان. رابطه شما با سیاحان چگونه به راه مانده است؟ توجه سیاحان به کشور ما تا کدام حد است و مسئله رکلام خودتان یعنی ترغیب و تشویق کارهای خودتان به راه میمونید آیا؟ فوت آلبوم ها که کردیم صورت ها هست میبینن بعد میخوان علایده صورتش ببینن بعد بعضیا میبینن که میپرسن که مثلا روز تولد است من یک منظره میخوام که دیگرها داشته نباشن چون که وقتی این صورت یک تا هست زیبا هست این یک مرخی دارد قیمتی دارد که یعنی دیگران ندارند اما یک صورت اگر 10 تومن چاپ کنم 10 کس فروشم این چیزی میشد که خیلی من اونجا دیدم مانند پیرهنی که مثلا یک خانم خریده است یک جا میرد همین خیلی یک خانم دیگر پوشیده است و شرط میکنه صورت هم باید همین خیلی باشد که اگر میفروشی یک تایی باشد با زیاد شدن تلفن ها صورت ها رو کم میخرن چون هر کس میگه من خودم صورت میگیرم نمیفهمد که وای صورت گرفته است چه زیبایی دارد ندارد. حاضر نزدیکی مثلا در چیز سیرین نمایشگاه من و نمایشگاه دخترم بود و اونجا از ما خواهش کردن که نرخ صورت نویسیم و خیلی ها خریدن اونجا. بعد من فهمیدم که خیلی ها خریدن از سفارت هایی که خارجی هستن اونا خریدن مثلا پورتریت کزاس میشد علایده گرفت صورتش زیبا اما در این گل ها مابین گل ها میگه یعنی گل درون گل ها اینم زیبایی میتید باید آدم وقتی یک چیز میگیرد فکر کند که نه که فقط چهره ها باشد اطرافش دیده باشد در کجا در کدوم محله است. من مثلا این برف بازی میکنن بچه ها برف بازی میکنن این برف ها نبود من چیکار کردم که این برف ها شود بچه که میدن یک کس دادم برف که پرت آید بالا از بالا پر وقتی سون که برف بیاد که چون این هم یک زیبایی میتید. بعضی چیزها هست که باید صورتگیر خودش هم اشتراک کند که یک اون چیز که میخواد رو زنده کردن زنده تر شود. مثلا این عکس این میبینید من خواستم که به این اهمیتیان برای این موبایل مونده اینا پس اینا نزدیکتر مونده فوکوس دیافراگم شده یعنی ریسک فقط اینجا باشد گرفتن برای این زیبایی میتید سیمتریش کمبازیز کرده اگر مثلا این خیلی بود اینجا میشد اینجا منظرم وقت نقص دیده میشد اما این سیمتریش کمبازیز کردم برای این وسط آدم آش اهمیت میتید. بله برای شما بارها امکانات شد که شما به خارج روید حتی شهروندی کشور دیگر گیرید اما چی باعث شد که شما از تاجیکستان نرفتید و مقیمی اینجا بودید همیشه اینجا ماندید؟ اولا خانواده دارم با خانواده رفتم مشکل دویمش
ریشه من اینجا آب نوشیدگی، اینجا کلان شدگی. اگر من این پرتایم روم خائن بر این آدم میشم. این خیلی حس کردم که چی باشد باید این زمین خودت زندگی کنی و کار کنی که یک کار نیکی به دیگران رسونی. مثلا به من نگاه کرده یک کس دیگر عبرت گرفته چی کار دارم میمونم اینجا. مثلا اینم یک زنجیر برای همدیگر یاردم میداد. از برای اینکه من نرفتم چند کسا هم نرفتن. بعدا که موندیم من بیکار که نموندیم، دولت ما بعد کمک کرد، دستیاری داد، من فوتو آلبوم ها کردیم، چقدر چیزا کردیم، فیلم ها ساختیم در اون زمان ها. فکر پول نمیکردیم، ما میگفتیم که خیلی این که در کار هست زندگی باید حرکت کنی، پیش چه جناب میگه و پیش برای این پیش نگاه کرده حرکت کنی. اون وقت کارها همه ساز میشد، نه که کار خودت ساز میشد، ممکن کارها دیگران بهتر میشد چون شما عبرت نمیدید دیگران. مهمانی ما بودند استاد زاور دخته، یکی از عکاسان حرفه‌ای و نواربرداران معروف تاجیک که در فیلم برداری چندین فیلم های مشهوری تاجیک فیلم اشتراک کردند و در پایان برنامه بسیار میخواستیم که با یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت که با نام توأم با نام روزنامه همه روزه در فضای اینترنت انتشار می‌یابد، آبونه شوید، ما را پیگیری کنید.